دختر به پدر و مادر خود گفته که پدر جان، مادر جان، مرا به یک شخص خیلی فقیری که حتی اتاقم نداشته باشه، اتاق نداشته باشه، در پارک خیمه زده باشه، اما با غیرت باشه، متدین باشه، مرا امر بکنه که روی تا برادرم نبینه، به مطور شخص بده. این خاندان میشناسم که حتی در وزارت ها پایایشان رسیده، ملک و مال و داراییشان حساب نمیشه، هر بچش 2 سه موتر داره، تحصیلاتشان تا بیرونه، افرادشان هم تا بیرون است. به الله قسم اگر 1 ساعت خوش باشم که در اینطور خانواده تیر کنم، 1 ساعت خوش باشم، من الحمدلله عزت دارم، برای من عزتم کافی است. صحابه اینطور نبودن، نه زندگی مرفه